آیه 58 سوره یاسین چقدر زیباست. خداوند می‌فرماید و سلام قول من رب رحیم، یعنی از جانب پروردگاری مهربان به آنان سلام گفته می شود. چی قشنگتر از این که فرمان روای جهان بهت سلام میکنه. میدونم که مشکلات و گرفتاری‌های زیادی توی زندگی داری، غم داری، قصه داری، اما همین الان بهش بگو سلام خدای مهربونم، امروزمو به امید تو شروع میکنم، همه مشکلاتمو میسپارم به خودت و میدونم و ایمان دارم که حل میشه. الهی به امید تو. سلام خدا، اومدم باز واسه یه راز و نیاز، دل من گرفته انگار کمی باز، من دیوونه رو باز یکم بساز. آهای خدا